تاریخچه عاشورا، تاریخچه کربلا 2 صفحه دارد. یه صفحه سفید نورانی، سفید یعنی نورانی، یه صفحه تاریک سیاه ظلمانی. هر 2 صفحهش 2 صفحه بی نظیر است. اما صفحه سیاه و تاریکش، از اون نظر اگر ما یه حادثه رو بخونیم چی میبینیم؟ فقط جنایت میبینیم، جنایت بی نظیر میبینیم، جنایت بی نظیر میبینیم، جنایتی که بی نظیر. من در این جهت نمیتونم 100% بگم بی نظیر، اگر یا بی نظیر است یا کم نظیر. از این نظر این حادثه کربلا یک جنایت است و یک تراژدی، یک مصیبت است، یک رسا. از این نظر وقتی که نگاه میکنیم این صفحه رو، وقتی که مطالعه میکنیم، کشتن بیگناه میبینیم، کشتن جوان میبینیم، کشتن شیرخوار میبینیم، اسب بر بدن مرده تاختن میبینیم، آب ندادن به یک انسان میبینیم، زن و بچه رو شلاق زدن میبینیم، اسیر را بر شتر بی جهاز سوار کردن میبینیم. خوب، از این نظر قهرمان کیست؟ قهرمان حادثه کیست؟ وقتی که حادثه را از جنبه جنایی داریم میبینیم، یزید ابن معاویه است. کیست؟ عبیدالله زیاد است. کیست؟ عمر سعد است. کیست؟ شمر ابن ذوالجوشن است. کیست؟ خولی است. یه عده دیگه هم هستن. اما آیا تاریخچه عاشورا فقط همین یه صفحه است؟ فقط همین یک صفحه سیاه است و بس؟ آیا فقط رسا است و بس؟ فقط مصیبت است و بس؟ دیگه چیز دیگری نیست. اشتباه باید. آقا این تاریخچه یک صفحه دیگر هم دارد. در اونجا قهرمان حسین است. اون صفحه این حادثه که نگاه بکنیم دیگه جنایت نیست، تراژدی نیست. چیست؟ حماست، افتخار است، نورانیت است، تجلی حقیقت است، تجلی انسانیت است، تجلی حق پرستی،